کپسولای پریورین مال کمپانی بایر آلمان هستش. میدونی کدوم کمپانی؟ همون کمپانی که سال 1898 آسپرین رو تولید کرده. پریورین رو آورده بازار و مردم میخرنش و تنها کپسول مکمل موی هستش که روی ریزش موی ژنتیکی و هورمونی هم تأثیر داره. چجوری؟ یه سری ترکیبات داره مثل بیوتین، B5، ویتامین L، سیستئین، عصاره ارزن. آره عصاره ارزن. اینا وقتی میرن کنار فولیکول مو قرار میگیرن، فولیکول مو تغذیه میشه و کارش رو شروع میکنه درست انجام. و اینطوری میشه که روند ریزش موی هورمونی و ژنتیکی هم کند میشه و به مواردی متوقف هم میشه. چجوری باید مصرف کنی؟ بین صبحونه و نهار یه دونه از این کپسولا رو میخوری و 3 تا 6 ماه مداومت میکنی و تأثیرش رو روی ضخامت موهات و رشد موهات و توقف ریزش موهات میبینی.